خب دو فرض بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم بیت کوین به دلاره. خب ما تا الان تحلیل شاخص دلار، طلا، یورو، پوند رو بارگذاری کردیم براتون و توی ویدیوهای قبلی هستن میتونید مشاهده کنید و آخرین تحلیلی که می‌خوایم بهتون بدیم تحلیل بیت کوینه. ببین تو تایم فریم ماهیانه حالا بچه‌ای که دارن تحلیل منو دنبال میکنن گفته بودم که این نقدینگی از بالا زده شد، حالا یک نقدینگی از پایین باید زده بشه که این نقدینگی زده شد و قیمت یک برگشت خوبی رو داشته. اوکی. و اگر حالا توی تایم فریم ماهانه فعلا دیدگاهی در موردش نیست، منتها یکی از نقدینگی‌های هدف توی تایم فریم های ماهیانه که میتونه قیمت بهش برسه اینجاست. اوکی. این یکی از نقدینگی‌های هدف ما اینجاست. اوکی، که قیمت میتونه بهش برسه. ولی خب ما فعلا کاری با این نداریم. چرا؟ چون فعلا اون اطلاعات لازم رو تو تایم فریم ماهیانه اینجا نداریم. ما می‌بینیم تایم فریم هفتگیمون، ببین تایم فریم هفتگی چه اتفاقاتی رو این چارت افتاده. ببین تحلیل هفتگی داره به ما میگه که من این کندل داره به ما میگه که من رفتم نقدینگی اینجا رو زدم، این کندل سفیدم داره میگه من اومدم نقدینگی این کندل رو زدم و بایاس هم نزولیه و این انتظار از من داشته باشه که برای هفته آینده حداقل خودم رو به این نواحی برسونم. اوکی، به این نواحی برسونم، حتی اگر میخوام برم به سمت بالا یه تارگت نقدینگی من اینجا داشته باشم. اوکی، روی این سطح. چرا؟ چون این اوردر بلاک ما اومده نقدینگی اوردر بلاک برداشته دیگه. اوکی، پس توی تایم فریم هفتگی میشه این انتظار داشت، این نقدینگی و اگر تاییدیه روزانه اینجا گرفته شد تارگت بشه این نقدینگی. یه همچین حالتی. تو تایم فریم روزانه ما داریم چی می‌بینیم؟ تو تایم فریم روزانه دوباره بایاس نزولی رو داریم می‌بینیم، یه تایید میکنه. این بایاس نزولی رو داریم می‌بینیم که تایید میکنه که انتظار داریم قیمت خودش رو به اینجاها برسونه. اون تا اینکه توی چارت اینم تحلیل بوده که قبلا ارائه دادیم که از اینجا قیمت بیاد حدود این نواحی بره بالا و اینها. این هم دقیقاً داره همین چیزی رو فعلا تایید میکنه. چارتی که هنوز مال بایننس و کار میکنه، تو روزهای جمعه پنجشنبه کار میکنه. اینم دقیقاً فعلا اون دیدگاه ما رو داره روش کار میکنه، یعنی داره تاییدش میکنه که ما انتظار داریم که قیمت خودش رو به این نواحی برسونه، به اینجاها و از اینجاها یه بالایی بزنه. تارگت اول نقدینگیش میشه اینجا 17000 و تارگت بعدیش میشه 124000.